توی 30 ثانیه بیا بهت بگم برای خرید تیشرت باید به چه نکته هایی توجه کنی. بوتیکیا، فروشنده‌های پوشاک و همه کسایی که به استایل خودشون اهمیت میدن حتما این ویدیو رو تا آخر تماشا کنن. نکته اول جنس تیشرت ها هستش. اگه میخواین یه تیشرت خنک و راحت خریداری بکنید حتما باید جنسش نخ پنبه باشه، نخ پنبه خالص. عموم تولید کننده هایی که تو بازار در واقع تیشرت تولید میکنن بیشتر از پارچه پنبه یک روی نخ پنبه استفاده میکنن که بر اساس نمره نخ پارچه ها متفاوت میشه. مثلا نخ 128، نخ 130 یا نخ 126. هر چقدر این عدد کوچیک‌تر میشه زیر دست پارچه قوی‌تر و زیر دستدارتر میشه. مثل کارهایی که ما در واقع میزنیم. ما اکثر کارامون پارچه نخ 26 نخ 126. نکته دوم، چاپ تیشرته. توی بازار از چاپ‌های مختلف استفاده میکنن. چاپ ترام تصویر، چاپ پلاستیزور، چاپ DTF، چاپ سابلیمیشن و چاپ‌های مختلف. اما شما باید چاپی رو انتخاب بکنید برای کارتون که به خاطر داشتن منافذ مثل این چاپ ترام تصویری که ما داریم انجام میدیم به هیچ عنوان عرق نکنه. یعنی وقتی شما این تیشرت رو میپوشید به هیچ عنوان در اثر گرما یا نشستن رو صندلی پشتتون یا قسمت جلوی تیشرت عرق نکنه. به نظر من الان چاپ ترام تصویر خیلی رو بورسه. نکته سوم، قواره و دوخت تیشرت ارتباط مستقیم داره با راحتی تیشرت توی تن شما. یعنی چی؟ یعنی اگر تیشرت قواره و کپ و دوخت خوبی داشته باشه قطعاً توی تن شما فوق‌العاده راحته، اصلا احساس نمی‌کنی تیشرت پوشیدی. برای همین الان ترند بازار قواره لش‌ها و قواره باکسیان. چرا؟ چون از لحاظ اینکه توی تن به راحتی میشینن، سراسینای آزاد دارن، سرشونه‌های بلند دارن. کارهایی که الان ما تولید کردیم همشون قواره لشه. این زیر برام کامنت کن که این کلیپ چقدر برات مفید بوده و تو چه ویژگی هایی رو برای خرید تیشرت مد نظر میگیری که من بهش اشاره نکردم. دمتون گرم.